یک معمای پیچیده از مرگ مشکوک روانشناس بزرگ و بیمارانش. آیا واقعا کسی اونو کشته یا اون خودکشی کرده؟ سلام دوستان، به کانال قسمت آخر خوش اومدین. این ویدیو معرفی بررسی مینی سریال لازاروس هست که تو ژانر معمای هیجان انگیز و رازآلوده. مینی سریال از استریم آمازون پرایم پخش میشه و کلاً 6 قسمته، هر قسمتش حدود 1 ساعته. این مینی سریال بر اساس داستانهایی از هارلن کوبن ساخته شده که خودش هم نویسندگی این مینی سریال رو بر عهده داره و کارگردانی دانیل اوهرا و بازیگر مورد علاقم سام کالفین و بیل نایی هستش که IMDbش تا حالا 6.5 بوده و راتن تومیتوز 75% با نقدهای مختلف رو داشته. حالا اگه آماده اید بریم سراغ خلاصه داستان. دکتر جول لازاروس با بازی سام کالفین، روانپزشک 40 ساله که بعد از خبر خودکشی پدرش دکتر جاناتان لازاروس، یه متخصص مشهور روانشناسی، مجبور میشه به خونه برگرده. حالا اون مجبوره با رنج و عذابی که تو اون خونه با خانواده‌اش کشیده روبرو بشه با اون گذشته تلخ. ماجرا برمیگرده به سال 1998، یه شب که تو جشن رقصی با خواهرش رفته بوده و یکی از خواهرش زودتر برمیگرده به خونه و به طرز مشکوکی توسط یه قاتل به صورت وحشیانه کشته میشه. هیچ وقت هم قاتل واقعیش پیدا نمیشه. علیرغم تلاش تمام اعضای خانواده و پدرشون، هیچ کسی پیدا نمیشه که بتونن قتل واقعی رو بندازن گردنش و بگن اون مقصر بوده. حالا اون برگشته تا دوباره با همه این رنج و عذابا روبرو بشه و اونا رو به یاد بیاره و این خیلی براش تلخه. همینطور اون میفهمه که پدر خودشو که مرده به صورت روح توی دفتر کارش میبینه. هر وقت پاشو تو دفتر کار پدرش میذاره اونو میبینه، با اون صحبت میکنه، انگار که اون واقعا نمرده و وجود داره. البته پدرشون قبل از مرگشون یه نوشته براشون به جا گذاشته. نوشته شکل یه میز سه‌پایه همراه با یک جمله به نام هنوز تموم نشده. اون خیلی رمزی اشاره کرده که ماجرا از چه قراره. حالا این معما برای جول پیچیده تر میشه که واقعا ببینه آیا پدرش خودکشی کرده که اون هیچ وقت باور نمیکنه همچین چیزی رو، یا نه کسی اونو به قتل رسونده و آیا ماجرا به خواهرش ساتن برمیگرده، به مرگ مشکوک اون، یا نه. همچنین پدرش وقتی باهاش به صورت روح صحبت میکنه بهش میگه که یه سری از پرونده های من ناتموم مونده و تو باید اونا رو تموم کنی. اون افرادی که بیمارای من بودن به طرز مشکوکی مردن که البته خیلیاش نوشته شده که خودکشیه، اما اینطور نیست. قصه مثل یک پازل تاریک و نیمه تموم پیش میره. حالا اون با هوش و کنجکاوی که داره باید بره سراغ اون بیمارا، باید پرونده های نیمه تموم پدرش رو تموم کنه، چرا که اصلا معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار اون بیمارا بوده. اصلا اونا حالا زنده‌ان یا مرده، چه بلایی سرشون اومده. اون هرچی جلوتر میره و بیشتر کشف میکنه متوجه میشه که مرگ مشکوک پدرش، حتی قتل مشکوک خواهرش در گذشته و حتی مرگ مشکوک یه سری از بیمارای پدرش همه به هم مربوطه و یه داستانی پشت پرده است. این معما براش بزرگتر میشه و اون باید حلش کنه. به نظر من این مینی سریال ارزش دیدن داره به چند دلیل که بهتون میگم. اولین دلیلش حس تعلیق و هیجانیه که سریال رو مثل یه پازل روانشناختی میکنه.
و همینجور قلابایی رو که به بیننده میده که تا آخر نگاه کنه و ادامه بده، واقعا ببینه که سرنوشت این ماجرا به کجا کشیده میشه. دومیش بازی سام کالفینه که واقعا در نقش یک روانپزشک آسیب دیده خوب ظاهر شده و اون حس و حالو خیلی خوب میتونه به ما منتقل کنه. همینجور شیمیش با بازیگرای دیگه خوب از آب در اومده. نهایت هم جو معمایی و روانشناختی داستانه که خیلی خیلی میتونه برای علاقه‌مندان و عاشقان به تریلرهای جنایی و روانشناختی جذاب باشه. همینطور اگه داستانهای کوبرن رو دنبال کرده باشید خیلی براتون هیجان و تعلیق داره و همینجور لذت میبرید، چرا که همیشه یک جو معمایی آگاتا کریستی طور داره. در نهایت باید بهتون بگم که اگه عاشق فیلم و سریالای جنایی و معمایی هستید با درونمایه روانشناختی و هیجان انگیز، حتما این مینی سریال ببینید. چند ساعت بیشتر وقتتون رو نمیگیره و همینجور نظراتتون رو در موردش برام کامنت بذارید. لایک و سابم فراموشتون نشه. خیلی ممنونم که تا اینجا با هم همراه بودید. تا فیلم و سریال بعدی، خدا نگهدار.